البته که اگر چنده که در نظر مردم کم میتوه که میگن در 15 سال فقط همیره میگفته است، لیکن یک دو است که امروز ببین اکثر مردم اعتراض خوب میکنن، اکثر مردم همونطور کینو تماشا کرده کینو بود میشه و همونطور خوب میکنن، اکثر مردم بعضش هم میبینین نه خفتن میخوند و نه جماعت میکند و البته که اگر 15 سالانه تمام عمر که اگر همیره که بگه ارزنده های پیامبر گفت که هر کسی که از سنتی من روگردان باشه امتی من نیست. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم سنت نکاح گفت از سنت من است، نکاح از سنت من است. اگر چنده که در دینهای بیگونه منخا و مثلا دیگرها راهبو هستن که ترک زن میکردن، در اسلام درست نیست، حرام است. پیامبر زن داشتن، با زنها زندگی میکردن، همخوابگی داشتن، فرزند داشتن، نصف شب میخیستن، با تهجد میخوندن، عبادت میکردن. همین همش سنت رسول الله. از سنت ما کسی میگه که روگردان باشه امتی من نیست. در دیگر حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیان میکنند که کل امتی یدخلون الجنه، همه امتی ما داخل جنت میشوند، هر کسی که به ایمان و به اسلام باشه، البته الا من ابا، مگر کسی که از امتی ما ابا کنه و سرکشی کنه جنت رفتن نخواهد. پیامبر صلی الله علیه وسلم صحابه حیران شدند و ما ابا یا رسول الله قیل. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که گفته شد یا رسول الله کی است او انسانی که ابا میکنه از جنت رفتن سرکشی میکنه جنت رفتن نمیخواه، این کی هست؟ پیامبر گفت من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. هر کسی که از شما اطاعت من داشته باشه داخل جنت میشود، کسی که سرکشی کنه از سنت من رو بگردونه او کسی است که از جنت رفتن ابا کنه. پس ببینیم که یکی از شرط های جنت رفتن ما تبعیتی رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیامبر صلی الله علیه وسلم سنت شکل نکاح چی است؟ از سنت رسول الله است. پس باید که به این عمل داشته. دیگر هر کجا که نکاح برپا می شود خشنودی الله هست. حتی در همه تویوی نکاحی که وقتی که امر معروف و نهی منکر قطع می‌گذرد دعاها مستجاب می شود، چون که در اینجا یگان گناه مشاهده نمی شود. هر کجا نکاح برپا می شود خشنودی الله است. هر کجا که طلاق برپا می شود خشنودی شیطان لعین است. هر کجا که جنگ جنجال و طلاق می شود شیطان خشنوده خرسند است، الله نه. پس نکاح خشنودی پروردگار است. نکاح سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. باید که و در نکاح سبب زیاد شدن نسل حلال زاده ها است. وقتی که نکاح می شود در دین مبین اسلام یک عائله نو برپا می شود، از او بچه از حلال زاده مسلمان و مسلمان زاده ها به دنیا می آیند. حضرت ابن عساکر از حضرت علی رضی الله تعالی عنه حدیث بیان میکنه که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که اربع من سعادت المرء، چهار چیز از خوشبختی انسان است. چهار چیزی هست که نشانه خوشبختی همون بنده مومن است. یکم گفتن ان تکون زوجته صالحة، یکم نشانه خوشبختی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت کسی که زن صالحه داشته باشد. وقتی که زن صالحه داشته باشد، زن مسلمان، زن قرآن خون، زن نماز خون، زنی که فرمان بردار باشد، زنی که البته که عشق محبت خدا و پیامبر شریعت در قلبش باشد، این نشانه خوشبختی انسان است که از او خیزن او با منزله یک زوادی هست که تولید میکردگیش مسلمان و مسلمان زاده است. زنه قرآن خون باشه، دل خواه زنه دختر بچهش قرآن خون کرده میتونه. دل خواه زنه که مسلمانی به توفیق باشه، دختر بچهش امر معروف و نهی منکر کرده میتونه، پند نصیحت کرده میتونه. چون که زن یک مکتب است، یک مکتبی هست که هیچ مکتب با او برابر شده نمیتونه. امروز که زنهای پاکدامن و عفیفه و پاکدامن مثلا یگان اشیایی نیست که یگان مملکت استحصالش کنه که بگیم که یپونیش بهتره یا که آلمانیش بهتره یا که فلانش بهتره. نه،
ایچی است که در کارخانه پروردگار خداوند خلقش میکنه به دنیا میآید. پس ایره چی است؟ امانت به دست مرد زن داده میشود که در این امانت باید خیانت نداشته باشیم. همچنان که پدرها و بابای ما و شما دین مبین اسلام در کف دست گرفتن در سالهای وزمین و در 70 سال حکومت شوروی دولت کمونیستی بود که دین افیون میگفت. در چنان گپایی داشتن که هر قدر چقدر علما و بزرگان رو در سیبیر در دیگر جا بردن، هزار علمای ما و شما رو در همونجا رو و کار در یخبندی و کشتن و قتل رسوندن. حتی یکوتیا رفته بودیم در همونجا نقل کردن، بعضی جاشون همیشه گفت بدستند همیشه مسلمان و فرموهایی که ویران شدگی یک جایی بردن که اگر بگریزم حلاک میشه و بیستم حلاک میشه. او در بلوی یخ 500-600 کیلومتر با آبادی را نمیره و کجا رفته میتونه 500-600 کیلومتر در بلوی یخ برای و بگریزم حلاک میشه بیستم حلاک میشه. همونجا در بردن نابودشون کردن همون زمان ها در. لیکن چی هسته که همین مادرها چی هستن؟ کودکا را تعلیم کردن، تربیت کردن، دامله های خدا رحمت مغفرتشون کنن که همتون پنهانی قطعی همو برکت همو است که ما شما مسلمان هستیم با خدا و پیامبر میشناسیم. برکت همو است که دین با ما و شما رسوندن، در دین خیانت نکردن. پس ما و شما هم باید که همین امانتی که از بالا آمدگی است و دستی ما و شما با دختر و بچه همون برسونیم، خدا پرستشون کنیم، محبت پیامبر اسلام در دلشون جون کنیم، بعدی کفر بر اونا بفهمونیم که بچه هم دختر رو ببین که آدم وقتی که کافر شد از این بیدی شد دیگه چی از در عذاب خدا مبتلا میشه. خدا برکت دنیاش میگیره، آخرتش میگیره. و دیگه چی است؟ دیگه آدم نیست دیگه. رو چی است که دیگه همه وقت در غضب و در لعنت گرفتار است. از رحمت خدا خلاص میشه. جنتی که خداوند در اوج جاویدانی و خالد برای مسلمانان وعده کرده است از اون محروم میشه و عذاب علیم گرفتار. همین چرا باید که دانه به دانه بفهمونیم. کودک از خوری در ذهنش میمونه. خب پیامبر صلی الله علیه وسلم در درجه اول نشانه مرد خوشبخت گفت که ان تکون زوجته صالحه، زنش صالحه باشه. یعنی زن صالحه داشتن نشانه خوشبختی مرد است. حضرت صوفی علیه خدا رحمتش کنه در مسئله میگه که زن که زهد و صلاحیت ورزد جان شیرین فدا کنی ارزد. زن وقتی که زاهده و پاک دامن باشه و مسلمان باشه و البته که از دین با خبر باشه، این خیلی زن جان فدا کنی میگه کمه. زن که زهد و صلاحیت ورزد جان شیرین فدا کنی ارزد. سرخی روی زن ز پنهانیست، سرفرازی او مسلمانیست. زن از سرخیش به معنایی که آب و روش قدر قیمتش او چی است که زی پنهانی است. انسان در دنیا یک چیز قیمت داشته باشه پنهانش میکنن. هیچ کدام شما پولتون نمیاره که پولای من ببینید. البته پنهان در صندوق در سیف پنهانه. تیلو را هیچ کس در هیچ کس نشان نمیده، در خونش پنهانه. بریلیانت نشان نمیده. برای چی از قیمت بها است. پس چی است که حتی همین قنفیتوی که استفاده میکنیم، قنده و شکلات ها حتما در یک چیز پیچوندگی همون برهنه و لیش باشه هیچ کس نمیخرش. و خاطری که هزار پشه و میکروب دارو میشینن. زن از خوردنی هم قیمت تر است، از تیلا هم قیمت تر است، از بریلیانت هم قیمت تر است، از پول هم قیمت تر است. او باید که پنهان باشه. و فقط استفاده او از شوهر حلالی و نکاحش درست است خلاص. سرخی روی زن ز پنهانیست، سرفرازی او مسلمانیست میگردن. حتی که زن صالحه را در همه جا وصفش هست که اکثرا همه علما و فضلا و مجتهدین و مفسرینی که در تاریخ ما داریم صفت بکنیم درباره و گپ میزنیم، همه اونها از زنهای صالحه به دنیا آمدگی هستند. از زن کوچگردی بدکاری مثلا فاسقه و فاجره هیچگاه چی از عالم و فاضل و ولی به دنیا نمیاد. حضرت امام بخاری مادرش ببینیم چی گناه بود. در چند خور سالش چشمش نابینا شد، یک شب مناجات کرد در تهجد. خداوند چیکار کرد؟ چشمش مستجیب دعوت بودن مادرشون.
مادر حضرت امام اعظم ببینیم که چی گونه بود. هر کدام که تاریخ ببینیم همین بزرگا از مادرای صالحه به دنیا آمدن. وقتی که زمین خوب باشه حاصل خوب میشه و منزله زن به منزله زمین است. مرد به منزله چی از دهقان است و تخمه میکره، اما زمین خوب باشه همون حال نشونمای خوب میوه. پس همه وقت چی است به زنها بسیار وابستگی دارن. ان تکون زوجته صالحه.